به نام خداوند جان و خرد. دانش آموزان عزیز سلام. در خدمتون هستم با توضیح ایهام و ایهام تناسب. ایهام در لغت به معنی در وهم و گمان افکندنه و در اصطلاح بدیع یعنی این که ما یه واژه یا عبارتی رو در سخن بیاریم که دو یا چند معنی بده و معمولاً بیت با همه این معانی قابل پذیرش باشه و دارای ارزش باشه. یعنی که اگر یک واژه دو معنی میده، هر دو معنی در اون بیت یا اون عبارت قابل برداشت باشن، یعنی هر دو معنی رو بتونیم ما استفاده کنیم. دریافت همزمان چند معنی از یک واژه یا یک عبارت در کلام یه تصویر زیبا در ذهن خواننده و شنونده ایجاد میکنه و باعث زیبایی کلام میشه. به این بیت توجه کنید: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. خب ملاحظه فرمایید که مهر در اینجا دو معنی داره. هم میتونیم بگیم بدون خورشید رخت یک اضافه تشبیهی میشه، یعنی رخت که مثل یه خورشیده، بدون رخ تو که مثل یه خورشیده برای روز من نوری نمیمونه. میتونیم اینجوری معنی کنیم که بدون عشق روی تو روز من نوری نداره. خب ملاحظه فرمایید که کلمه مهر در این بیت در دو معنی قابل استفاده است. یک چنین حالتی رو ما میگیم ایهام. در ایهام ذهن با یکم تأمل هر دو معنی رو کشف میکنه و همین تأمله که باعث زیبایی آفرینی و لذت خواننده میشه. یعنی تأمل و کشف معنی. تأمل یعنی تفکر، یعنی ما یک تفکر میکنیم در اون موضوع، یک مکسی میکنیم، دنبال معانی اون واژه میگردیم و وقتی معانی رو پیدا میکنیم از این کشف خودمون لذت میبریم. یه نمونه دیگه: خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانش نیست. همه ما میدونیم که سعدی یه کتابی داره به نام گلستان. از طرفی گلستان به معنی باغ و گلزار هم هست و اینجا هر دو معنی رو ما میتونیم برداشت کنیم. یعنی هم میتونیم بگیم هر کی مثل سعدی کتاب گلستانی نداره خونه براش مثل زندانه، و هم میتونیم بگیم که هر کی مثل سعدی باغ و گلزاری نداره خونه براش مثل زندانه. چند نمونه دیگه: عهد کردی کشی فرصت خود را روزی، فرصت ار یافتی آن عهد فراموش مکن. خب این فرصت اسم، یعنی در حقیقت تخلص شاعر هست. شاعر فرصت شیرازی این شعر رو گفته، میگه که عهد کردی که فرصت خودت رو بکشی یه روزی. اگر این فرصت دومی به معنی یک فرصت، یک زمان هست. اگر این فرصت رو، این وقت رو پیدا کردی، عهد خودت رو فراموش نکن. خب این عهد میتونه هم به معنی پیمان باشه، یعنی که پیمان بستی، اون پیمان خودت رو فراموش نکن، و هم میتونه به معنی زمان باشه، یعنی اون زمان رو فراموش نکن. اگه فرصت پیدا کردی اون زمان، اون عهد به معنی زمان، اون رو فراموش نکن. خب پس عهد در دو معنی در اینجا قابل استفاده است و همین ایهامی ایجاد میکنه. چون جام شفق موج زند خون به دل من، با این همه دور از تو مرا چهره زردی است. دور از تو دو معنی میده. یکی به معنی وقتی از تو دور هستم، یکی به معنی که از تو دور باشد. دقت کنید، میگه مثل جام شفق خون در دل من موج میزنه. جام شفق اون نور ابتدایی قبل از طلوع خورشید رو میگن شفق.
یه سرخ رنگی قبل از اینکه خود خورشید بالا بیاد افق حالت سرخی پیدا میکنه، میگه مثل اون در دل من خون موج میزنه. با این همه، با وجودی که در دل من داره خون موج میزنه، سرخی هست، اما چهره من به خاطر اینکه از تو دور هستم زرده. یک معنی دیگه به دور از تو باشه، تو مثل من نباشی ایشالله که، اما چهره من زرده، من رنگ زرد و رنگ پریده هستم، این دور از تو باشه، تو اینجوری نباشی. خب پس یکی به معنی دور از تو باشد و یکی به معنی در دوری از تو چهره من زرده. خب این حالت رو میگیم ایهام. و اما ایهام تناسب، دقت کنید ما در مورد ایهام گفتیم زمانی ایهام ایجاد میشه که دو معنی از یک واژه در عبارت هر دو معنی قابل استفاده باشند. اما ایهام تناسب این حالت رو نداره، یعنی یه واژه دو معنی میده اما در اون عبارت یک معنی اون قابل استفاده است، معنی دیگه اون پذیرفتنی نیست، فقط به خاطر اینکه با یکی از اجزای کلام تناسب داره، به عبارتی مراد و نظیر داره، این ایهام ایجاد میشه. پس ایهام تناسب آوردن واژه‌ای با دو معنی که یک معنی اون پذیرفتنیه و معنی دیگه که مورد نظر ما هم نیست، با یکی از اجزای کلام یا بعضی از اجزای کلام تناسب داره و به عبارتی مراد نظیر ایجاد میکنه. این نمونه رو بهش توجه کنید. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. خب ببینید آیت یعنی نشانه و همینطور به معنی آیه قرآن. خب روی خوبت آیت در اینجا یه نشونه‌ای برای ما از لطف آشکار کرد، اما معنی آیه قرآن رو فقط ما در ارتباط با واژه تفسیر میتونیم ازش به عبارتی آیه با تفسیر تناسب داره. خب پس چون تناسب داره، در حالت تناسب فقط ما میتونیم معنی دوم آیه رو که آیه قرآن هست در نظر داشته باشیم و همین خاطر به این نوع ایهام میگیم ایهام تناسب. پس آوردن واژه‌ای که دو تا معنی داره اما یه معنیش برای ما اصلا با اون معنی دوم، یعنی که بگیم آیه از قرآن، در اینجا اصلا معنی نمیده، فقط به معنی نشانه معنی میده. روی خوبه تو یه نشانه ای از لطف بر ما کشف کرد، نمیتونی بگیم آیه از قرآن رو برای ما کشف کرد. اما لفظ آیه با تفسیر و البته هم تو کشف هم یکی از در حقیقت ارتباطی با واژه تفسیر و آیه داره. این حالت تناسب رو که میتونه اگر تفسیر و کشف رو در نظر بگیریم، اون وقت آیه در معنی آیه قرآن با اینا تناسب ایجاد میکنه. این حالت رو میگیم تناسب. یه مثال دیگه، گر هزار است بلبل این باغ، همه را نغمه و ترانه یکیست. خب هزار یا هزار دو معنی داره، یکی عدد هزار هست و یه معنی هم به معنی بلبله. خب در اینجا عدد هزار فقط به معنی واژه هزار فقط به معنی عدد هزاره، یعنی اگه بلبل این با هزار تا بلبل تو این باغ باشه، نغمه و ترانه اونا یکیه، فرقی نمیکنه، همه آوازشون مثل همه. اما اگر هزار رو در معنی بلبل بگیریم، با واژه بلبل باغ، نغمه و ترانه تناسب داره، به عبارتی مراد نظیر ایجاد میکنه. خب پس هزار در معنی دوم خودش که به معنی بلبله با این الفاظ یعنی بلبل، باغ، نغمه، ترانه تناسب داره. اینو میگیم ایهام تناسب. پس هزار به معنی بلبل در اینجا قابل پذیرش نیست. گفتیم در ایهام هر دو معنی رو میتونیم بپذیریم، اما اینجا به معنی بلبل، یعنی نمیتونیم بگیم اگر بلبل است بلبل این باغ، بلبل
در معنی بلبل هزار اینجا کاربردی نداره، اما فقط و فقط در ارتباط با واژه بلبل، باغ و نغمه و ترانه میتونه تناسب ایجاد کنه. این حالت رو میگیم ایهام تناسب. صائب در این بیت هزار رو در معنای عدد فقط به کار برده بود و در معنای بلبل در اینجا هیچ کاربردی نداشت، اما فقط ارتباطش با واژه‌های بلبل و باغ و نغمه و ترانه پذیرفتنی بود. یه مثال دیگه، یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز خسرو را شنید. خب ببینید، شهناز یکی از دستگاه‌های موسیقیه، شور هم یکی از دستگاه‌های موسیقیه، اما شور در اینجا به معنی دستگاه موسیقی اصلاً کاربرد نداره، فقط میگه در شهناز قوقایی، شور معنی قوقا، یه قوقایی به پا کرده بود در دستگاه شهناز، قرآن رو در اون دستگاه میخوند، قوقا به پا کرده بود. خب پس شور به معنی قوقا در اینجا پذیرفتنیه، اما به معنی دستگاه موسیقی قابل پذیرش نیست. ولی با توجه به شهناز که یک دستگاه موسیقی، شور در اون تناسب فقط داره، پس اینو میگیم ایهام تناسب. در اینجا لفظ شور ایهام تناسب داره. مثال دیگه ای، چنان سایه گسترد بر عالمی که زالی نیندیشد از رستمی. زال به معنی پیره، در اینجا به همون معنی پیر به کار رفته، اما با توجه به رستم به معنی زال پدر رستم هم تناسب داره، پس زال در اینجا ایهام نداره. چرا؟ چون که در دو معنی به کار نرفته، معنی پدر رستم به کار نرفته، پدر رستم از رستم نمیترسه، نیندیشد یعنی نترسد، که زالی از رستمی نترسه یعنی یه پیر فرتوت ناتوان از یه رستم توانا. رستم در اینجا آدم توانا مورد نظر هست، نه خود شخص رستم، هر آدمی مثل رستم. خب پس میگه چنان سایه گسترد بر عالمی که زالی، یعنی چنان اون شرایط طوری شد که یه پیر فرتوت ناتوان از رستم نمیترسید. خب پس در اینجا زال به معنی پدر رستم نیست، اما با توجه به لفظ رستم در اون معنی فقط تناسب داره. پس یک چنین حالتی رو میگیم ایهام تناسب، یعنی ایهام در صورتی خواهد داشت که ما اونو با لفظی که اینجا رستم هست تناسب براش برقرار کنیم. امیدوارم که مطلب رو گرفته باشید. خدایا رو نگهدارتون.